I don't care. سلام به تمامی دوستان، همرزا هستم از کانال امارداتی همون مخفف مستر گیمر. امروز میخوایم با 3 مکان ماشینای عالی و خفن. منو دنبال کنین، لایک و نظر فراموش نشه. ممنون. اینجا با این ماشین حالا مکان اینم بهتون. این یه ماشینیه که تو خیابونم شاید بشه پیدا هم میاد، ولی شاید بشه ببینیدش. این اسپورت شدهشه، هم داره 100% خیلی سرعتش خیلی بالاست. یکی از مکان ها اینجاست، یه پارکینگ یا گاراژ مخفی. اینجا دم درش سکیوریتی داره که نباید به اون شک کنه. اگه من دنبال کردم که یه ویدیو دارم که چند تا موتور خفنم موتور هم میتونید هم موتوری که وقتی تلفنه میگیرید میره با اونا میزنگ اونا میکشه. این موتور های دارم اونا خب رسیدیم همین فقط باید طوری بریم که حتی نباید وگرنه فکر کنم مکاناشو بعضی جا هست، بعضی کنیشو مثلا توی ایکس باکس 300 که از هر کارتونی این همه نمیده. شاید هم اینجوری نباشه باشه بعضی که اگه شخصیت بکشیده شاید نه. حالا نمیدونم چرا الان من میرم ولی بازم نیستش. نمیدونم شاید چون واسه اینه که همه قفل‌ها رو باز نکردم، قفل ماشین رو یا نمیدونم چرا. شاید اگه همه ماشین ها قفلشون باز بشن بیاد. حالا من ویدیو قبلی من گفتم که چرا اون تفنگا و موتورا ماشینا واسه من باز ببینیم که حالا باشه بعضی اگه باسه ها رو بود واسه اینجوری سوار بعضی نبود چون که این همه آروم قدم زدید اینجا سر این سکیوریتی خیلی خوب. اگه تیرم نداشتید میرسید مشکل نشده چون نمیده سفایی بایدش بیده مکان ماشین یعنی بیگاتی اینجا شاید مثلا خیلی تنشید بعد طرفای ساعت 12 بیاید، مثلا 11 و نیم 11 یه چینا. مکانش هم اونجاست، اونجایی که مارک کرد علامت گذاشتم بغل اون طلا فروشی هست که رفته بودن دزدی. خواستم اینم مثلا توریتون مرحله بعد اکسیجو بزنید. خب
بریم بریم از این زدیم بکنه این اصلا این ماشینه تازه پولیس گرفته هم فرسته رمزه تفنگ بگیم Citizens report 480 on San Vitus Boulevard. باید خیلی سریع و دقت بزن. چرا نیست اینجا؟ این اسب است. یه اسب هم هست سر اینجایی که این بوگاتی هست. پوشت اسب هم هست. اینجا باید باشه بوگاتی که الان نیست. ساعتش نرسیده. این یه ساعت که الان باید دقیقا اینجا پارک شده باشه. باشه بمیدم الان بریم یه دور بزنیم یکی مکان باشه نشونتون بدم بعدش ویدیو کات میکنم تا دوباره نه مکانش اینجا خوب رسیدیم. این هم مکان سومیش. اینجا ماشینه مختلفی میتونی باشه. این ماشینه که الان سوارشم هست فراری، الان فراری. ماشینه دیگه هم از سفرونم هست دیگه. یه ماشینی هم هست که تو خیابونا خیلی هست، چراغش بلنده. اینجا میاد در اونم اسپورتر هست ولی این سرعتش فرقی نمیکنه. این ماشینه که الان ماشین قبلی اون الان سرعتش خیلی زیاده. این ماشین گرفتیم اگه میرفتیم طبقه بالاتری که بالا خواستگونش یه جایی داشت که واسه پرش اونجا میتونستیم رفت. خب اینجا مکان بوگاتیه، مارکش میکنید دوستان. لطفا ویدیو رو لایک کنید و منو دنبال کنید که من ویدیو بیشتر ببینم خودتون شما همین کانال رو بلدید. حالا بسید کسایی که علاقه میگویشو و اینم از بوگاتی. خب توی این ماشین ببینیم درگیه رو اصلا اسمش و آرامش یه چیز دیگه است. توی اینش بده تغییر میده اسما رو. فکرم سرعتش هم که بالاخایی میده. این ماشین واسه خودش نیست، از اینجایش هم که میشه ولی اونجا من این واسه خودش نیست ولی اونا رو راحت میتونه باز کنه. باید اینو باید پیش کنه. ممنون که ویدیو تمام شد کردید. لایک و نظر فراموش نشه. منو دنبال کنید لطفا. ویدیو باز نشرش کنید. بازم ممنون. اگه اشتباه ببخشید. خدا نگهدارش. Ladies, I want to see you back it up.